مولوی هندوستانی گویا مکتب عالی بود. دیگران ارزش‌های دینی را حفظ کردند، اون کس دانش دینی را نشر کرد. شاگرد در دست استاد مثل مرده در دست مرده‌شو باید باشه. رسما همین طبقه را سفید کنیم. اسلام عصر میانه اصلا اسلام ادب است. برای همین اینو با نوآوری زیاد اونس نگرفتند. حضرت شیخ تلویزیون نمیدیدند، گاه دخالتی بعضی مذهب ها از بیرون میگه چنین شد. این بحثی درونی دینی هست. او قهرمان همین راه بود. بعد همین مکتوب مولوی میکر انسولت. قاری محمد جان رستموف معروف به مولوی هندوستانی، او کی بود؟ یک روحانی اعتقادمند یا گماشته کگب شوروی؟ در تاجیکستان چه شناختی از این روحانی معروف دارند؟ مولوی هندوستانی در شکل دادن فضای دینی تاجیکستان شوروی چه نقشی داشت؟ مکتب و تعلیمات دینی او از دیگر مکاتب دینی زمان شوروی چه تفاوت داشت؟ و چرا یک گروه از شاگردانش علیه او مکتوب‌های پر از تحقیر و توهین نوشتند؟ سلام دوستان عزیز، به صفحه یوتیوبی فانوس خوش آمدید. امیدوارم خوب و خوش و سلامت هستید. طور پیشتر گفتیم گروه از دوستان ما حدود 10 سال پیشتر نیت داشتند که در مورد چهره‌های تاثیرگذار تاجیکستان مستندهای تهیه کنند، اما متاسفانه این ایده بعداً ناکام ماند. مؤلف این طرح دوست خوبی ما دلیر شریپوف قبلا چند ثبت آن زمان ثبت شده را در اختیار ما گذاشت و برای نشر آن در فانوس رضایت داد. پیشتر آخرین نصیحت داملا محمدی قمسنگیری را نشر کردیم، نواری که همگی چند ساعت قبل از درگذشت این روحانی نامدار ثبت شده بود و اینچنین از جریان مراسم ویدا با او گزارش میداد. بعداً یک صحبت اختصاصی با حاجی اکبر تورجانزاده روحانی دیگری کشور به نشر رسید که از فعالیت و زندگی مولوی هندوستانی می گفت. امروز می خواهیم بیننده صحبت عبدالله حکیم رهنما، سیاستشناس و کارشناس مسائل دینی در تاجیکستان باشید که همچنان در مورد مولوی هندوستانی میگوید. از شما دعوت میکنیم این نوار خوب را تا آخر ببینید و آن را به دوستان خوبتان توصیه بدید. انتظار نظر و اندیشه و ارائه‌تان هستیم. مولوی هندوستانی یک شخصیتی در حقیقت هم از نظر دینی و هم از نظر سیاسی و هم از نظر تاریخی بسیار نادر هست و اگر امروز در جامعه ما حالا نقش این کس را پورا درک نکردیم، این چیزی طبیعی هست. زیرا بسیار شخصیت‌هایی که حال و فکر میکنیم بزرگند در تاریخ همین گونه سرنوشت است. مثلا همین در تاریخ های امام بخاری میخواندیم که امام بخاری را چند صد سال بعد از زندگیش بعد در این نقش یک شخصیتی بزرگ اعتراف کردن، ولی البته ما قیاس نمیکنیم، ولی درباره مانندی سرنوشت. خب مولوی هندوستانی یک سرنوشت بسیار جالبی رو داشت که شاید حکمت الهی در این بود، شاید ضرورت تاریخی بود که با واسطه یک نفر یک پیام بزرگ از یک دوره تاریکی گذشته به یک دوره روشنی آمد. خب اگر به طور مشخص‌تر صحبت کنیم، مولوی هندوستانی چند وظیفه بزرگی رو در جامعه تاجیکستان بازی کرد. اول اینکه مکتبی عنعنوی تعلیم اسلامی در تاجیکستان در آسیای مرکزی در دوره شوروی تقریبا قطع شده بود
وقتی که ما کلمه مکتب میگوییم این به معنای سلسله دانش‌هایی است که به طور منظم پیهم با روش معین آموخته میشن. مثلا بله همیشه در تاجیکستان در روسیه مرکزی به طور پنهانی تعلیم دینی ادامه داشته است. تعلیم دینی ادامه داشت ولی اون دو خصوصیت گرفته بود. یکم این که از بس که به شکل مکتبی دیگر ادامه نداشت، شکل فرگمنتالی یا لحظه‌ای گرفته بود. مثلا ما داشتیم آدمان یا شخصیتایی که این یا اون جایی علوم دینی رو خوب میدانستند. یکی تجوید خوب میدانست، یکی مثلا صرف و نحو، یکی کلام، یکی فقه. برای همین خاصیت فرگمنتالی غیر مکتبی، یعنی شخصیت دارای معلومات جامع دینی تقریبا نداشتیم. همه این نام‌های بزرگی که ما داریم در این سالهای 50 60 70 اکثرا اینا بزرگی اینا در بخش عملیه و اخلاق هست نسبت به اون که در بخش علوم دینی همچون عالم باشد. و فرق مولوی هندوستانی از تمام این چهره ها در همین است که مولوی هندوستانی همون مکتب رو در شکل کامل آن آورد و انتقال داد. و یک خصوصیت گفتیم که فرگمنتالی شدن. دوم خصوصیت این بود که تعلیم ماهیت دهانی گرفت و از بس که شرایط تعلیم خطی اکادمیکی دینی دیگر نبود، برای همین قسم عملی دین یا دینداری گیم، قسم عملی دینداری نسبتاً استوار باقی ماند. مثلا نماز، روزه و بخشای از تجربه های تصوفی بسیار استوار باقی ماندن، چون اونها رو به تعلیماتی درازمدتی سیستموی هم به کسی دیگر دادن ممکن بود. برای همین در اطراف شخصیت های صوفیه و عرفانی حلقه های قوی مردمی پیروی همین طریقت ها شکل گرفتن بودن. برای همین وقتی که ما میراث یا وضعیت دینی مثلا سالهای 60 70 80 را بررسی کنیم، در اونجا همین دو چیز هست، یعنی علم فرگمنتالی لحظه‌ای دینی و تجربه عملی تصوفی و همین دو چیز اینا هم ارزشی بزرگ دارن برای همون زمان. ما هرگز این رو باید کم نگوییم. ولی مولوی هندوستانی در همین محیط تماما در شکل دیگر وارد شد، در شکلی کسی که مکتبی تعلیمی نظامدار یا نظاممند دینی را بازگرداند. برای همین مولوی اگر بگوییم که احیا کننده همین مکتب تعلیمات دینی در این مرحله بود، این خطا نیست، زیرا دیگران ارزش های دینی را حفظ کردند، اون کس دانش دینی را نشر کرد. یعنی ارزش و دانش دو چیزی که با هم پیوست. و دیگر خصوصیت مولوی هندوستانی که با تفاوت از دیگر درس دهندگان درس گویان همون دوره میتونیم ذکر کنیم این است که مولوی هندوستانی گویا مکتب عالی بود. مکتب عالی به معنای همین روزه. مثلا شما درس های ابتدایی رو میخونید، درس های پایه رو میخونید و میرید برای تخصص به مکتب عالی. وقتی که پیش مولوی هندوستانی می آمدن شاگردا، اون کس اول یک امتحانی مختصر میکرد و میگفت که شما در نزد فلانی حاضر بکنید. یعنی درس های ابتدایی، درس هایی که با بیشتر در اونجا علم و تفکر ضرور نیست، مثل خود صرف و نحو، مثل قاعده های اولیه ضرورت دینی، مثل فقه در سطح ابتدایی، اونا رو اول دیگرها درس میدادن و مولوی کسانی رو قبول میکرد که الکی برای گرفتن درس های سطح بالایی تیار باشن و مجموعه درس های داشت که از اونا درس میداد. برای همین این دوم خصوصیتش بود، یعنی علم دینی تاجیکستان را در سالهای 80 و 70 از سطح علم های ابتدایی
به سطح علم‌های عالی برد. یعنی همون گونه که در مدرسه‌های بخارا، همون گونه که در مدرسه‌های دیوبند و هندی بریتانیایی اون وقتا یعنی فوق ابتدایی علم‌های مشکل رو فرا می‌گرفتن، مولوی همین علم‌ها رو، همین سیستم رو آورد. یعنی دوباره سطح رو برداشت. این دوم. سوم خصوصیتی که مولوی به اینجا آورد این بود که مولوی به تعلیم بعض درسایی که در نظام سنتی بخارایی جایگاهشون ضعیف شده بود رو آورد و این علم ها در حوزه تعلیمی هندوستان ضعیف نشده بودند. مثلا در اینجا بیش از همه علم حدیث، تفسیرها، عقیده و ادبیات به معنای تفسیری آن. خب مثلا اگر شما یادداشت‌های استاد عینی را مطالعه کنید، کتابی استاد عینی با نام تاریخ انقلاب فکری در بخارا، در همین جا درباره وضعیت مدرسه‌های بخارا بسیار چیزای عجیب است و من برای چین دو کتاب عینی را مثال میارم، چون که دیگر کتاب‌های استاد عینی در شرایط‌های خاصی تاریخی، سیاسی، ایدئولوژی نوشته شدند، ولی کتاب تاریخ انقلاب فکری بخارا پیش از انقلاب بخارا نوشته شده است. برای همین در اوج اون تأثیری زمان شوروی و ضرورت‌های احتیاط کردن نبود، اون کتاب بیشتر به واقعیت نزدیک و کتاب یادداشتان در آخر عمر استاد عینی نوشته شده است که در اون وقت استاد یک حالتی آسیب ناپذیر از سیاست ایدئولوژی داشت، دیگه خیلی آزادتر. مثلا شما تصویری که از بخارا در مثلا جلادان بخارا، در داخونده و در آدینه و در بخصوص در آدینه در مرگ صدخور و در دیگه شده هست چقدر منفی هست، ولی در یادداشت ها بخارا اینقدر منفی نیست، چون که عینی کمتر یک بازگشت به همون واقعیت های همون دوره، یک بهای دیگرتری آزاد از ایدئولوژی. برای من در همین دو کتاب اگر بینید در مدرسه بخارا بعض تحولات های رخ داده بودن که در نتیجه بعض علم هایی که باعث تشکل تفکر و تشکل دیدگاه جمعیتی، ولی سیاسی اگر نگیم دیدگاه جمعیتی میشن، از برنامه ها کنار رفته، در جای اون حاشیه های زیادی گوناگون. حالی استاد عینی را سبب هاش گوناگون میداند، یعنی گاه دخالتی بعضی مذهب ها از بیرون میگه چنین شد، بعضا میگه که این اراده سیاسی بود، بعضا اختلافی بینی بعضی شخصیت های دینی و بزرگ همون دوره بود که مثلا جانبدار این یا اون کتاب یا این بودن. خب برای همین به هر حال بخارای عصری، آغاز عصر 20 نام بلند، عنوان بلند و روش بلند بود، ولی علاقه دیگه در اونجا اون بعضی علم‌های معروفی که در بخارا به طور سنتی بود کمتر تدریس می‌شد. برای همین در تفکر دینی آسیای مرکزی دوره شوروی که ادامه همون مکتب بود، جایگاه همین علوم تا جای ضعیف بود و بخصوص در دوره شوروی که دیگر فقط همون تعلیم فقه به یک مشکل میسر میشد، دیگر حاجت یا حاجت نگیم امکانی تعلیم اون علم ها دیگر نبود. برای همین مولوی هندوستانی که تعلیم اساسی خود را در حوزه های تعلیمی هندوستان گرفت، با اون روحیه، با اون مکتب آمد. برای همین در اینجا ما میبینیم که کسانی که نزد هندوستانی خواندن علاوه بر دانش‌های بنیادی صفر دینی و فقهی، جهانبینی بلندی جمعیتی سیاسی دارند. حال این جهانبینی سیاسی عجیب است که در این فلسفه وقتی که میخونه میگن که هگل
خوشبختیش یا بدبختیش در این بوده است که در اساس اندیشه هگل دو مکتب بزرگی فلسفی به وجود آمد که حتی با همدیگر مخالفند. این سرنوشت هگل. همین مولوی هندوستانی هم جای جالبش این است که همون افکار سیاسی، شناخت جامعه را به طور بسیار ظریف به شاگردان انتقال میداده، ولی از حلقه ایشان برداشت های کاملا گوناگون سیاسی بیرون آمده. تجربه زندگیش نیز از علمای دیگر خیلی جدیتر و سفت‌تر بود، زیرا که مثلا اول اینکه هندوستانی دوره جوانی خود را در روسیه گذراند، یعنی ترکستانی روسیه، مثلا ساکن امارات بخارا نبوده. اون قلمروی ترکستانی روسیه که قوقند و فرغانه در اون بودن، الکی در اون سالها بسیار حرکت های روشنتری داشته نسبت به بخارا، مثلا مکتبی روش نو یا مثلا کارخانه صنعتی بگیم یا راهی آهن یا فابریکه پخته یا بسیار مفهومای نوتر یا بانک یا پولی، مثلا گردش فینانس و پول، بسیار مفهومایی که به اصطلاح اون وقت در جامعه سرمایه داری که به قوقند و اینا آمده بود، برای بخارایی که نسبتاً فئودالی گونه به اصطلاح مارکسیستی اگر گپ زنه، خب در بخارا اینا ناآشناتر بودن این گپا نسبت به، یعنی در دوره جوانیشون در یک محیطی نسبتاً بازتر، این یک امتیاز ها روش جفته تر خیلی. دوم اینکه در دوره تحصیل مهاجرت خارجی، سفر خارجی که سالها در افغانستان هم در همین سالها یک مرکزی جوشش افکار و اندیشه بود. مثلا شما ببینید که از همین سید جمال الدین افغانی و این مجله ها، روزنامه ها و اولین نشریه ها و خبرنامه های جدیدان البته مفهومی آسیای مرکزی است، ولی حرکت های جدید که ما میگفتن نهضت های فکری در افغانستان بسیار فعال بودن. ولی ما مولوی هندوستانی میگیم تا حد مولوی افغانستانی هم هست، چون که یک سالهای جوانی که در افغانستان میگذره. برای همین در او جا هم حرکت ها در جامعه، ولی ما نمیگیم اعضای یک اون حرکتی بود، ولی یک آدمی آگاه در اون جامعه زندگی کرده، بسیار چیزها را دیده بود. ولی چیزایی که مثلا علمایی که در تاجیکستان در دوره شوروی تولد شدن و بزرگ شدن و تعلیم گرفتن، این چیزهای تصور هم نمیکردن. مولوی مکتبی یا محیط افغانستان فرا گرفت. بعدا هندوستان اون وقت دوره جوشش افکار استقلال طلبی و ضد استعماری را میگذراند. مثلا اونجا دو چیزی بزرگی که مولوی هندوستانی تجربه کرد برای علمای دیگر امکان پذیر نبود. یکی این که در هندوستان حرکتی در هند مسلمان نشین، قسمت مسلمان نشین، حرکت آزادی خواهی استقلال طلبی بسیار وسیع بود و همین حرکت بسیار عملهای دیگر رو هم شرح میداد و مشروع میکرد، چون که مثلا با نام استقلال خواهی دیگر یک جرأتی بزرگ در اون جامعه ها بود. این دوم این که مولوی هندوستانی روندی تجدید یا نوآوری یا تجدید افکار دینی رو در او جدید، یعنی اون دوره‌ای که مثلا همون دوره مثلا بعد اقبال و بعد مودودی، اون دوره‌ای که بسیار افکاری نوآورانه احیاگرانه در اوجا بود، همین چیز رو مولوی در اوجا تجربه کرد. در همین زمان در وطن او همه چی نو شد، ولی فرقش در چی است؟ مثلا آسیای مرکزی هم نو شد، ولی اون نوی که
نوی شوروی آمد به جای اون سنت دینی. ولی نوسازی که در هند و پاکستان اون وقت شد، این نوسازی در درون فکر دینی بود. یعنی به عوض بیرون آمدن از فکر دینی و به جای اون گذاشتن به تجدید مثلا بولشویکی نبود. اینجا در تغییرات در عوضی از بین بردن یک فکر و نشاندن یک مکتب دیگه به وجود آمد و ظاهر این گویا خیلی تجدیدتر است، ولی در اونجا تجدید با حفظ ریشه که مثلا تجدید فکر اسلامی، مثلا اونجا بودن مثلا اون ایده بزرگی سید جمال الدین که هر عیب که هست در مسلمانی ماست، اونو یعنی همین شکل دینداری رو تجدید کرده به اصل دین نزدیکتر کرده. یعنی فرق این دو تجدید در همین، برای همین اون نوعی تجدید رو وای گذرون، وگرنه دوملوهای اینجا هم مثلا در محیط کاملا جدید غلطیدن، ولی این محیط از بس که زیدی در زیدیت با این محیط قرار داشتن، اونا همین نوآوری رو در خود نگذراندن. مثلا حتی ما در تمام یک مثال میگن در تمام همین علماهای اسلامی که داریم، مثلا ما یک چیزا میشنیم که مثلا حضرت شیخ تلویزیون نمیدیدند یا روزنامه های نمیخوندند یا مثلا رادیو خیلی میگفتن، لیکن مولوی هندوستانی برعکس این تمامی گازیت ها دا ابونه بوده، حتی گازیت پراود و همین دا ابونه بوده که همین میآوردن خونش میخوند. یعنی منظور که وای تجدیدش در درون دین شده بود، برای همین وای سطح نو رو همچون دوامی همون تفکر و ریشه دینیش میدید. در این علمای محلی نوآوری همچون چیز در مقابل اونها، برای همین اینا با نوآوری زیاد اونس نگرفتن. اینا مثلا تا آخر همین کوشش کردن که همین تکمه نکنن در مثلا پیراهنشون یا همین شلوار پوشن، در همین چیزای قدر دقت کردن که چون که چیزی نو در مقابل همین چیزا اونا را گویا که با همین از این چیزی نوی غیر مشروع خودشون بیرون گرفتن. ولی برای هندوستانی که این نوآوری در درون محیط دینی گذرانده بود، مثلا شما اگه حتی لباس هندوستانی ببینید بسیار مؤثر بود. خب با وجود این به هر حال من چی میگفتن که همین دو چیزی که هندوستانی گذرانده، یعنی یکی افکار استقلال طلبی که علاقه امپریالیسم چی است و مستملکه داری چی است و مبارزه با مستملکه چی است و شوروی چی است و از بیرون همه این رو، یعنی و یک مکتب بزرگ سیاسی گذاشته بود از یک طرف. دوم مکتب تجدید و احیای دینی. این دو چیزی بود که با هیچ کسی دیگر در این محیط مقایسه کرده نمیشه. انا برای این آخر اگر جنبه است که میگیم این چیز باعث شد که هندوستانی همین محیط شوروی را آگاهانه توانست استفاده کرد، میدونست که کدام قدم به چی می انجامد. اونچه که در زندگی مولوی هندوستانی بیشتر قابل توجه است، مکتوب‌هایی هست که شاگردان با او رد و بدل کردند و گفته می شود یک مکتوب اخیر که پر از تحقیر و نفرین ها بود بر روح و روان مولوی هندوستانی زیاد تاثیر گذاشت. عبدالله حکیمی راهنما میگوید اگر این نامه شاید 10 سال پیشتر نوشته میشد، چون این تاثیر به مولوی هندوستانی شاید باقی نمیگذاشت. اما میگوید این نامه زمانی نوشته شد که مولوی هندوستانی به 100 قدم گذاشت و حتی همین نامه سبب میکروانسولت گرفتن او شده است. وقتی که این تحقیق گذرانده، من نظرم این بود که نه مولوی هندوستانی نه مؤلفان مکتوب هیچ کدومشون مقصدی بد یا بیرون از دین نداشتن. مثلا البته در مباحثه‌ای که بین جانبداران شده است، یکدیگر را محکوم به نه تنها ضعیفی، محکوم به ضعیفی ایمان، حتی محکوم به خارج بودن از دین میکنه. یعنی مضمون نامه ها این میشد که به یکدیگر پیام این رو داده هستند که تو دین رو نفهمیدی یا از دین خارج شدی با این عملات. ولی هیچ کدوم اینو از دین خارج نبودن.
هر یکی اینها عمل خود را همچون راهی بهتری تعالی دین یا راهی بهتری نشر دین حساب میکردن. برای همین این بحثی درونی دینی هست یکم. دوم اینکه بحثی دو مؤمن است. دوم فقط چیزی که در اینجا ما آشکارا باید بگیم این است که مسئله ادب. یعنی مسئله ادب در چی است؟ حاضر شما اگر همین روش تعلیم بخارا و روش تعلیم بخارا و اوسه مرکزی بیشتر یک جای قوی و شاید هم ضعیف هم قوی همین بود که بسیار بر ادب تاکیه میکرد. اصلا اسلام عصر میانه اصلا اسلام ادب است. مثلا اگر در دوره صدر اسلام خود عقیده خود خلوصیت بسیار ارزشش بلندتر بود، در اسلام عصر میانه اطاعت و ادب ارزشش بالاتر شده. مثلا اگر بگیم که حضرت عمر یک بحث و اعتراض شنوندهش بسیار آزاد قبول میکرد، ولی امام غزالی میگه که شاگرد در دست استاد مثل مرده در دست مرده شو باید باشه. یگان نوع حرکت و اعتراض اگر باشد حتی در ضمیرش او فیض نخواهد برد. یعنی در یک باوری مطلق باید باشه. این سنت گاه به حد افراط رسیده بود. مثلا در بخارا هم حتی گاه این تاثیر منفی هم داشت که مثلا هیچ گونه اعتراض، یعنی در برابر مقدس بودن دین مقدس شدن استاد هم به وجود آمد. این در خاصی بخارا هست، سنت آسیای مرکزی است که استاد اینقدر مقدس شد، کتاب ها مقدس شدن. خود کتاب ها مثلا اگر کتابی فرضاً مختصر الوقایه مجموع قاعده فقهی باشد به نفس خود مقدس نیست مثلا، ولی در سنت تعلیمی دینی آسیای مرکزی خود کتاب مقدس شده بود، خود استاد هم خیلی. برای همین از یک سو همین سنتی بسیار کریفه یا مقدس شدن استاد بود. از سوی دیگر همین جوانانی که آمده بودن همین مکتب کم گذاشته بودن، یعنی یک معلومات های دینی و یک معلومات های آگاهی های عمومی اجتماعی و مثلا بیشتر اسلامی کتابی همین مستقیم که مثلا بله مثلا وقتی که میبینی که نادرست است استاد است و شیخ است پیر است و اعتراض تا گفتن در کار. یعنی حتی در دیدگاهی یکی در سیستم ارزش ها هر دوش در درون دین باره دیگه میگه، اما در جا به جا گذاری ارزش ها یک تفاوت بود. یک تفاوت مثلا اگر شما مجموعه سخنرانی ها نطق ها برآمد هایی که در سالهای بین 80 مثلا 80 85 بخصوص 85 95 یا 92 گیم وقتی جنگ 85 92 رو اگر بگیریم حرکتی ها شما امروز اگر گوش کنید حتی بسیار خشین بسیار بی‌آدابانه بسیار بگیم به معنای جسورانه به معنای حتی منفیش که مثلا همین به هیچ چیز آشتی بسیار حالی ما نام نمیگذاریم مثلا بگیم این اصولی کدام مکتب است. مولوی هندوستانی بروش یک هم مکتوب جواب اگر خونه دو چیز او رو به شک میارد. یکم چیزی که مولوی توپ آورده نتونست این همین گستاخی به مثل که برای محیط دینی همون وقتا نهایت غیر انتظار بود. خب دوم چیز به هر حال مولوی احساس کرد که امون بچه ها کارنامه او را ارزیابی کرده نتونستن. یعنی او مثلا چی بگیم او از
بین خون گذشته بود، از بین زندان، از بین رپرسی، فشارهای بزرگ. 9.5 سال در سیبیر، در بدرقه، در حبس بود. همین کافی بود که او گرامی باشه و برای عقیده بود، برای یگان کار دیگه نه. خب او قهرمان همین راه بود. او مثلا نمیدونم 10 ساله های پنهانکاری و سکوت از سر گذرانده بود. او 100 ساله میشد اون سال و او به هر حال انتظار داشت که در همین بعد همین کارنامه و بعد همین چیز، من نمیگم من که او واقعا از درون چنین فکر میکرد، یکی چنین مینماید که او ارزش این را داشت که قدردانی شود در همون وقت. ولی همون وقت این مکتوب آمد، برای همین بسیار شکستی کلان براش بود و من فکر میکنم که اگر همین مکتوب 10 سال پیش می بود مولوی جدی نمیگرفت، ولی وقتی که 100 ساله بود موافق تاریخ سال شماری هجری همون سال 100 ساله بود، بعد سال شماری میلادی 97 ساله 98 ساله بود. یعنی در این سن 100 سالگی همین مکتوب گرفت و به هر حال پیری هم یه حالت فیزیکی هست که مثلا دوباره بعضی احساساتی خیلی نزدیک به آدمی خب از اون جدیتی میان سالی و کلان سالی کنتر دور رفتن. برای همین یعنی بسیار ایموشنالی و احساسی قبول شد. برای حتی من بسیار شاهدا صحبت کردم، اونها میگن که در حقیقت بعد همین مکتوب مولوی میکر انسولت شد و اگر دستخط جوابی مولوی که با دست خودش نوشته است ببینید بسیار خط کج و کلیبی بی‌زیب است نسبت خط معمولی هندوستانی. اینکه چونین بعد میکر انسولت بعد 2 ماه جواب نوشته. جوانان هم زود همین رو فهمیده بودن که خطا کردن، چون که بسیار تلاش های همین رفته بخشش پرسیدن و آشتی کردن و زاره و تولا کردن و یگان خیلی به حضورش رفتن، خیلی شدگی بودن اون وقت. برای همین البته حاضر نام و فامیلیای کسی که او رو نوشت این یک بحث دیگه است که ولی تا حالی که مردم به هر حال این نسل ما و نسل موجوده است را نمیگوییم بسیار، ولی به هر حال گروهی یا تیپ فکری که این کار کرده بود مشخص است، اینجاش مشخص است. برای همین من همین فکر میکنم که اینجا همین مسئله ادب مسئله 2 دیدگاه بود. مثلا همین حاضرم بعضی جوانایی که مثلا در دیگر کشورها در دیگر محیط ها میخوانن، مثلا بعضی بزرگای دینی را بسیار گستاخانه نقد میکنن، برای مردم محلی ما این بسیار حیرت آور است. نه اونا حتی نمیفهمن که کدام این درست میگوید، فقط همین رو میدونن که خیلی در برابر حضرت دومولو فلانی چنین گستاخانه گپ زد و همین جوانا بیشتر از این ناحیه خطا کردن. حالا ما حکمی درونی و مکتوب یا بحث دیگه است که واقعا در نسبت هندوستانی گفتنی و کارو و گپا درست نبود و بعضی همکاری هایی که هندوستانی با نظام شوروی داشته یکی از نقطهای اساسیشون و بین هندوستانی تدبیرش همین بوده است که در همکاری با همین نظام امکانی رشد همین مکتب دینی را حفظ کنند. ولی جوانی که تجربه کمترین داشته باشه، سیستم سیاسی رو نفهمد، خود همین قانونمندی جامعه داری رو نفهمد، برای او هندوستانی یک همکاری این سیستم بود و یک چی بود. برای همین هندوستانی مشکلش چی بود؟ نمیتونست بگوید که چی کار میکند وگرنه از او کار محروم میشد، ولی اگر نمیگفت او شاگرد جوان با گمان خود او رو محکوم کردن. برای یک بسیار مشکل است این خیل حالت برای انسان. مولوی هندوستانی آثاری فکری، آثاری
کتبی علمی فکری به جای نگذاشته در حجمی که میگیم خود آثار را آموزیم. خب ولی این کسا یک خدمت کردن. خدمت مثلا بسیار آدم ها با آثارشان بزرگن، بسیار آدم با خدمتشان. برای همین ما میتونیم مولوی هندوستانی رو از همین زاویه آموزیم، از همین زاویه که مثلا نقش او چی بود. و من فکر میکنم که در همین کشورهای مثلا در روسیه با یک رویخط بزرگی چند صد هزار نام، تمامی کسانی که در همین دوره رپرسیا شدن، زیر فشار و تعقیب شدن، کشته شدن، بدرقه شدن، سفید کرده شدن. خب باید همین کسا از جمله هندوستانی برای او هیچ اهمیتی نداره دیگر، ولی برای ما، برای که همین درک کردیم که همین چه خدمت کردن، باید ما یک رسما همین طبقه را سفید کنیم. هزاران کس مثل هندوستانی داشته، ما یک طبقه نابود شد. مثلا در اون کتاب اگر بزنید زیر عنوان مولا یا روحانی، تمامی طبقه تحصیل کرده جامعه نابود کرده شده است. برای همین یا نیاز به یک احیای، اون احیا برای ما درک است، یعنی یک احیای نام و مقامشون دارند و این چیز باید شود. دیگر اینکه مثلا ما در تاریخ معاصر خود را، ما یک مشکلی که از دوره سویتی میراث گرفتیم، ما تاریخ را همچون تاریخ شاهان میآموزیم. مثلا ما میگیم که دوره ساسانیان، دوره سامانیان، دوره غزنویان، دوره قراخانیان گویا که آدمان نیستن. در تاریخ ما انسان نیست، تقریبا همه شاه‌ها هستن و خاندان‌ها. ولی تاریخ انسان هاست. وقتی ما تاریخ خود را و تاریخ معاصر ما رو می نویسیم، مثلا فقط کاتبای اولی سکه، قهرمانایی که در همین جامعه تاریخ رو ساختن، سهم گذاشتن، اینا رو هم باید بینیم. در همین نگاهی به تاریخ، هندوستانی یک شخص تاریخی است. شخص تاریخی فقط نیست که شخص اولی همون جامعه در همون روز باشد. هنگام نوشتن تاریخ تاجیکستان در سالهای مثلا 10 ساله 80 و 90 به هندوستانی هم یک جای خالی میشه. برای این باید نوشته شود. در سیمای هندوستانی میبینیم که ارزش ایمانی فراتر از همه ارزش و انسان پیوست کرده است. برای همین این هم یک ذخیره وحدت، مرزی ملی و قومی در مناسبت ها نگذاشتن. این خیلی مهم است. این بسیار مهم است که مثلا اصلا شاگردانشون مثلا تاجیکای کوهستان، تاجیکایی که حتی مثلا میگفتیم اگر از وادی میبودن و کمی آمیزش میداشتن، تاجیکان کوهستان که حتی یک کلمه ازبکی رو نشنیدن آمده در نزد او عالم شدن. برای همین این خیلی یک جای زیبای کارنامه هندوستانی است که همین فراتر از این اندیشه های محلی یا قومی یا اتنیکی بوده است. بسیار مهم بود این.